با فرا رسیدن روزهای سرد، با خوجند باز همان مهمانان زیبای زمستان، مرغ‌های دریا یا خود همان چایکاهای اینستاگرامی خوجند برگشتند. هر سال آنها به ساحل دریا و منطقه فیزل چبنیتسا و کاردیولوژیا می آیند. مکانی که سالها باز به جای دوست داشته آنها تبدیل یافته است. محض در اینجا ساکنان و مهمانان شهر مرغ‌ها را با محبت غذا می دهند و از این منظره زیبا لذت میبرند. پرنده های سفید در بالای آب پرواز کرده فضای شهر را پر از آرامی و زیبایی میکنند. شما چی؟ امسال الکی به مرغ‌های دریای چایکه ها غذا دادید